لا شک عصر به مثلا فضیلتایی که مثلا عصر به اومدگی دیگه نمازها به اینقدر فضیلت بسیار ناومدگی. نه یعنی مثل همین صلات مستحب بدنش، برای که معروف که عصر یعنی چی، این وقت نمازی که یعنی چی میشد، یعنی همین به حدیث برید ابن حصیب بنده رسول صلی الله علیه و آله و سلم، نام رسول صلی الله علیه و سلم چی میگفت علیه الصلاة و السلام، میگفت که نعم يعني من ترك العصر متعمدا فقد حبط عمله. یعنی عصر اگر تعمد ترک کنی تمام عملهات قبول نمیشد، تمام عملهات چه قبول نمیشد. و عصر معروف که یتعاقبون فیکم الملائکه، ملائکه اللیل و ملائکه النهار، یعنی سنه ماذا یجتمعون عند صلاة العصر و عند صلاة الفجر. یعنی ملائکه ها چی نمیشن، یعنی همین دو وقتا جمع میشن، یعنی 24 ساعت فرشته ها همراه ما هستند. فرشته های شب هستند و فرشته های روز هستند. سونه بای ها شب و روز که جنده و میخورند نزد نماز عصرند. یعنی شب فرشته های روز همراه ما ایستاده عصر میخونند، عصر همراه ما میخونند. سونه وقت نماز عصرند فرشته های شب میخونند، برای که عصر کتی بیگاهی مسا شب سر میشن. عصر کتی چی فرشته هایی که همراه شما شبنده و یا میخورند. سونه عصر هم ماشون یک جای همراه ما میخونند، فهمیدید؟ سونه چی بعد عصر تمام شدن چی میشد، فرشته های روز الله به برداشته میبردارند، یعنی هم میبردارند. سونه فرشته های شب میمونند همراه ما. نم سونه فجر میشد، فجر همراه ما میخونند. همه وقت فجرند چی فرشته های که روز با نو نازل میشند، با فجرند جمع میشن. سونه مینند وقتی که الله به میبرند، الله میگه که بنده های من چه خیلی تر کردید، میگن که رفتیم نماز خونساز اومدیم نماز خونساز. فهمیدید نه فهمیدید؟ یعنی فضیلت فجر چی با عصر به دلالت میکند. وكذلك حديث جرير، نعم ابن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وقت چنده رؤيا انكم ترون ربكم كما ترون الشمس وكما ترون القمر ليلة البدر. گفتگینده چی میگه؟ نعم فإن استطعتم نعم الا تغلبوا نعم الصلاة قبل غروب الشمس وبعد وقبل طلوعها فافعلوا. يعني اذا چی بشه، یعنی قبل غروب الشمس کدوم نماز؟ عصر. اذا همین سبب کتی عصر خوندن کتی چی میشه؟ موفق دیدار الله سبحانه و تعالی جنت انده میشه. یعنی بسیار خیلی حدیث ها عصر به چی اومده، یعنی بسیار اومده فضیلتش بیان عصر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.